سلام دوستا، بیاید ما شما یک چیز خوب نشان بدیم. شما اولی ویدیو را نگاه کنید. اینجا کسایی که در هرات هستید بیاید یک نگاه کنید که همین قله بالا را چی رقم درست کرده، همین مساله مزرعه چی رقم آورده. چهار طرف از همهش کوه، ببینید ما چهار طرفش برای شما نشان میدیم. نگاه کنید دوستا، اون طرفش هم بریم نشان بدیم. بچه هم که بالا در پیش از یه ببینیم این چی بوده، این پسته بوده، این چی بوده، روی از یه ارتفاع ساخته ایره. بریم سعید جواد و محمد رضا هم اینجای. محمد رضا لاله سلام علیکم. سلام علیک برادر. خوبی جوری بخیری؟ نباد تشکر. سلامت باشی. سجاد تو چطوری خوبی؟ خستگی بخیر. تازه یکم خستگی مدارم چتر رواز کنه بخیر. آره چتر رواز کنه، چتر را اون آوردیم بالا. آماده پرواز است محمد رضا لاله. ما بعد از یک دوپینگ میریم. یک دوپینگ میریم. بعد حتما پیچ را میذارم برای شما، برد داخل پیچ را سعی کنید واقعا حمایتش کنید. نگاه کنید این طرف را، چهار طرف ازی همش کوه بلنده. این تو سعی کن تو الان چی بوده دی بزرگی، تی اتاق بزرگم. این طرف ویو را سعی کنید از این پنجره، دوباره از این پنجره ویو رو نگاه کنید. دوباره از اینجا که جای ضربه بوده فکر کنم از این سلاخی. اوه باز پنجره این درش این طرفیه. این هم سعی کنید اونجا پایین آب ایلک دریا و پایینه. این هم از این پنجره خیلی یک جای بالاترین نقطه ای را جور کردن. جای جنگ و اینا رو